بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به این که شب عید نزدیکه و بحث میوه خیلی مهمه، معیشت مردم، سفره‌های مردم خیلی مهمه، ما در این جلسه تنظیم بازار که مربوط به میوه هست باید اقدامی انجام بدیم که قیمت میوه رو بتونیم کاهش بدیم. احسنت. اصلا اینکه یه باری رو دوش مردم برداریم وظیفه ماست. بالاخره 1000 تومن هم 1000 تومن. احسنت آقای حاتمی. خدا من هیچ پدری رو شرمنده زن و بچه‌ش نکنیش. احسنت آقای سادات. احسنت آقای نورایی. احسنت. خب از اولین میوه شروع منیم. موز. به نظر موز ما 15% قیمت چه کاهش بده؟ جسارت آقای رئیس، ببخشید من حرف میزنم سایه ادبه. با توجه به اینکه موز میوه وارداتی هست و ما خیلی دخل و تصرفی نداریم در قیمت موز، اگر صلاح میدونید بهش دست نزنیم. اینکه وارداتش دست برادر خانم شما هم هست بی تاثیر نیست. حالا انشالله به کیوی و برادر شما هم میرسیم، ساکت باشید. ببینید موز یه میوه اعیانی است، تجملاتی است. اقشار عموم مردم مثل خودمون که اصلا خیلی نیست سر سفرهشون، یعنی خیلی نمیشه بهش پرداخت. یعنی شما میگه قیمت موز تغییر نکنه؟ نه حالا بدون تغییر هم که نمیشه. ببینید الان اون ماشینی که داره اینو میاره صنف رنج دیده و درد کشیده کامیون داران که اینو میارن، گازوئیل، خود استهلاک ماشین، نمیشه که اینا شب عید سفرهشون خالی باشه. اگر صلاح میدید پیشنهاد بنده 15% افزایش پیشنهاد. 15% افزایش رای میتم. کیوی ممنونم. تصویب را خیلی خوب. خدا خیرتون بده. 15% موز افزایش. حال مرسم سر وقت پرتقال. به حول قوه الهی کشور ما در زمینه مرکبات غنی. به نظر من 20% کاهش قیمت منطقیه. در زمینه سردخونه چطور؟ غنی هستیم؟ خیر. نیروی انسانی چطور؟ لوجستیکی، سخت افزاری؟ آقا مقاله نگو منظورت. به نظر بنده باید از کشاورز ملی حمایت بشه. شما کیلو پرتقاله؟ کی؟ چه کسی از اعضای خانواده‌تون شما در کار پرتقاله؟ جناب سادات خودشون از باغداران به نام هستن. بنده 2 تا باغچه دارم. باغچه 80 هکتار باغه. برای مصرف شخصی هستش. 3 تن خروجی اون باغ ها روزانه، 3 تن مصرف شخصی. درخت‌ها پربار هستن. یعنی چی آقا؟ اصلا من نمیفهمم. آقا بس نکن. نظر تو راجع به پرتقال چیست؟ به نظر بنده با توجه به اینکه پرتقال ویتامین C داره 30% افزایش قیمت. منطقی. پرتقال 30%. پرتقال منطقی. رای بده. کیوی. خب این مزی آل مرسف سر وقت خیار. آقا چرا اینجوری نگاه میکنی؟ همینجور گفتم، یعنی شما. خب نظر تو راجع به خیار چی چیست؟ من فکر می‌کنم 15% کاهش منطقی میشه. منطقی که منطقی، البته صاحب نظرم باید به نظرم صحبت بکنن. آیسات شخصا